خب ببینید، ما الان تلق رو نصب کردیم و همینجور که میبینید آقا تلق نسبت به جای قبلیش رفته بالاتر و مشخصه جای قبلیش اینجا بوده و الان رفته بالاتر. ببینید برام زیر پیچا واشر گذاشتم، ولی در جریان باشید اون واشر بالا رو حتما باید یه واشر نازکتر بذارید، یا که اصلا چهارتا رو یه واشر نازک بذارید که کلا اذیت نکنه، چون اگر واشر کلفت باشه باعث میشه که این روکشی که الان در آوردم درست سر جاش نشینه و اذیت کنه برای بسته شدنش. و میگم یه مقدار فاصله میندازه و شکل کار قشنگ نمیکنه، ولی حتما زیرش واشر بذارید که واشر لاستیکی که باعث میشه دیگه اون پیچ آسیب نبینه و اینو قشنگ بشینه سر جاش، یه چیز شیک و قشنگ در بگیره. یعنی الان یه 4 انگشت نسبت به قبل رفته بالاتر. موفق باشید.